فرزانه سیف‌الله‌زاده هستم، فرزندی سابق تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلام حکمت الله سیف‌الله‌زاده. همین را گفتنیم که امروزها اون چیزی که طریق شبکه‌های تلویزیونی و واسطه‌های اخباری عامه می‌بینیم، تماشا می‌کنیم، این را من تصدیق کردنی هستم که اون بدبختی، اون عذاب و مشقتی که به سر ملت تاجیک آمد، این 100% از جانب همان رهبران تشکیلات حزب نهضت اسلام علل خصوص محیدین کبیری صورت گرفته است. آن نوارهای دهشتناک، آن مصیبت هایی که در سال جنگ شهروندی به سر مردم تاجیک آمده است، این برای آینده ها، برای ما تربیوی است و به مردم تاجیک، به ملت تاجیک، به دیگر شهروندان مراجعت کردنیم که هیچگاه به چنین فریبی رهبران تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلام گرفتار نشوند، زیرا که سیاسی خود را از دست ندهند. من که فرزندی سابق اعضای تشکیلات حزب نهضت اسلام حکمت الله سیف‌الله‌زاده هستم. تا امروز از جانب همون رهبران تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلام برای ما یگان کمک و دستگیری نرسیده است. تا حال به محیدین کبیری مراجعت کردنیم که اگر فرزند انسان می بودید، شما در روزهای سختی مادر، در روزهای بیماری مادر اشتراک می کردید و در فوت مادر خود که برای فرزند خود در حیات چقدر عذاب و مشقت می کشد، بر خاکسپاری او آمده آن را به دنیای آخرت می